من و رژیم دشمنای قسم خورده ایم. ماجرای من و رژیم یه داستان عاشقونه است که همیشه با جدایی تموم میشه. ببین، من آدم بدی نیستم. من فقط آدمیم که وقتی میگم از فردا رژیم میگیرم، منظورم دقیقاً فردا نیست. منظورم فردای بعد از فردای شنبه که هیچ وقت نمیاد دیگه. من اونیم که وقتی میرم کاهو بخرم با یه جعبه بستنی و یه بسته چیپس و یه نوشابه رژیمی برمیگردم. خب نوشابه هم که رژیمیه، یعنی دارم تلاش میکنم دیگه، درسته؟ هر بار میخوام ورزش کنم یه اتفاق عجیب میفته. مثلا کفش ورزشیم یهو گم میشه، یا هوا خیلی گرمه، خب گاهی وقتا هم خیلی سوز میاد، یا سگ همسایه بد نگاه میکنه، احساس میکنم داره قضاوت هم میکنه. یه باری هم که رفتم باشگاه، مربی بهم گفت باید تعهد داشته باشی. منم گفتم تعهد دارم، به خواب تعهد دارم، به دیر وقت غذا خوردن تعهد دارم. حتی یه بارم رژیم گرفتم 3 روز کامل. روز اول فقط سالاد خوردم، روز دوم فقط آب خوردم، روز سوم اومدم از خودم تشکر کنم، یه پیتزا گرفتم، جشن گرفتم، همه خوردم. ولی دیگه واقعا خسته شدم. نمیخوام هر بار که پله بالا میرم احساس کنم که دارم اورست رو فتح میکنم، یا وقتی که میخوام بند کفشمو ببندم اول با خودم خدافظی کنم. اما بذار بهت بگم چی کار کردم که بالاخره این دشمن قدیم رو یکم رامش کردم. اولین راه حل هدف گذاری میکروسکوپی. نمیخواد بگی تا عید 20 کیلو کم میکنم، امروز یه لیوان آب بیشتر میخورم، یا امشب شام ساعت 8 میخورم نه 11، اونم با نون اضافه. وقتی هدفت کوچیک باشه مغزت نمیزنه زیرش، چون نمیگه وای این که خیلی سخته، میگه خب این که کاری نداره. دومی ورزش، ولی با ترفند. اگه نمیتونی بری باشگاه رو بیار خونه، آهنگ بذار برقص. ورزش نیست، ولی بدن نمیفهمه، فقط کالری میسوزونه. موقع سریال دیدن دراز نشست برو. هر بار که شخصیت مورد علاقت وارد صحنه شد یه حرکت بزن. با خودت شرط ببند اگه امروز راه نرم فردا باید ظرفا رو با دست بشورم. از ماشین ظرفشویی هم خبری نیست. سومین راه حل غذاهای سالم ولی خوشگل و خوشمزه. آقا سالاد که فقط برگ نیست تا کاهو رو میریزی تو بشقاب میخوری. سالاد میتونه یه اثر هنری باشه. رنگیش کن، گوجه، ذرت، زیتون، انار، گردو، پنیر سفید. چی داری لیست میکنی واسه خودت؟ نه قاطی سالادت کن، میشه عوض کن. به جای سالاد رژیمی هم بگو بشقاب لاکچری سلامت. به همین راحتی مغزت گول میخوره. باور کن کارو در میاره. راه حل بعدی این اپلیکیشن ها و یادآورهای جدید که خیلی هم الان ترند شده رو رفیق دیجیتالت کن. اپایی هستن که هر روز بهت یادآوری میکنن آب بخوری، راه بری، حتی تشویقت هم میکنن. یه اپ پیدا کن که وقتی ورزش نمیکنی یه نوتیف بده با یه لحن مادرانه بگه عزیزم امروز فقط 3 قدم راه رفتی، اونم تا یخچال. راه حل بعدی این که شریک جرم پیدا کن. با یه دوست هم هدف باش، کسی که وقتی میخوای بستنی بخری بگه نه عزیزم بیا بریم اسموتی دونه چیا بزنیم، خدا بخیر کنه. با هم ورزش کنین، با هم قور بزنین، با هم بخندین، چون لاغری با خنده آسون تره. ششمین راه حل ذهنت هم لاغر کن. ببین استرس، بی‌حوصلگی، بیخوابی اینا همه مساوی با پرخوریه. پس شبا زود بخواب، مدیتیشن یا نفس عمیق و امتحان کن. خیلی خواستی بی دلیل چیزی بخوری اول از خودت بپرس الان گشنم یا فقط حوصله‌ام سر رفته. یه تجربه زیسته هم از خودم بهت میگم. وقتی که گشنت شد یه لیوان پر آب بخور، بعد از اون ببین بازم گرسنته، مطمئن باش این کار میکنه. هفتمین راه حل به خودت جایزه بده. هر بار که یه قدم مثبت برداشتی به خودت جایزه بده، نه با غذا. مثلا یه ماسک صورت بگیر، یا یه کتاب جدید بخر، یا بشین یه ساعت موزیک مورد علاقت رو گوش کن. بدنت باید بفهمه که تلاشش دیده شده. و مهمتر از همه خودتو ببخش. اگه یه روز لغزیدی فردا دوباره شروع کن. لاغری 2 ماراتونه نه 2 سرعت. یادت باشه اراده ضعیف یعنی انسان بودن. تو قرار نیست یه ربات باشی که همیشه درست عمل کنه. تو فقط باید هر بار که زمین خوردی با یه لبخند بلند شی بگی باشه این بار تو بردی ولی فردا نوبت منه. البته در جریان باشین که من خودم هنوز در حال جنگم، یعنی هنوز به اون وزن هدفم نرسیدم.
ولی حداقل این بار شما رو دارم. این روزا کلی روش لاغری هستش که میتونی امتحانشون کنی. عملهای جراحی رو که به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم، هرچند من پزشک نیستم، اما رژیم هایی که نشون دادم واقعا موفق عمل میکنن هم کم نبودن. مثل همین فستینگ که خیلی‌ها تونستن باهاش وزن کم کنن و به وزن ایدئالشون برسن. اصلا هم خیلی ترند شده و خیلی‌ها به عنوان لایف استایلشون انتخابش کردن. اما خب فکر میکنم دیگه از حوصله این اپیزود خارجه. میذارمش برای اپیزودهای بعدی. اگه مشکل تو هم همین رژیمای کوتاه مدت رو شکست خورده است، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو روشن کن تا ویدیوهای بعدی منو از دست ندی. تا بعد، خدافظ.